مادر من یاد گرفتم. پسرم آهسته بازی کن. خوب شد است مادر جان. مادر جان به من آب دید. انا به خانه رفت، آب هست. رفت بچم. یا بسم الله. کلین، در خانه کسی هست؟ کلین، کجا باشند آنها؟ لبای حاضر. انا تعبیری خوبم. بیاید مادر جان. سلام دخترم، بیایید، چه اصلا. حال دارید شما؟ پسرم بیبی جانت آمدن. بیبی جانم آمده. خدا قنه خدا قن. بیبی جان با من قن آورده. او بیا شیرینکم، یک بار تو رو به آغوش گیرم. البته آورده ام. منه برای تو قند. تشکر بیبی شوی جان. بچم. تقدیر زندگی چنین بوده است. نبیره جانم، تو رو یاد کردم. تقدیرک شور بوده است. بر با یک آزارم. بیبی جان داده جانم نامده. برای گرفتنت البته می آید. البته می آید. رفت پسرم. کمتر بازی کن. بیبی جانت خسته شد آمدن. رفت پسرم. رفت. بیاید مادر جان. آنجا گذره. من چای میارم. لازم نیست دخترم. بیا بر تو گپ دارم. دخترم، مرا خوب گوش کن. این تو نمیشه از زندگی. با قهر کردن و رشک کردن زندگیت هیچگاه به پیش نمی رود. دخترم، تو با این رفتارت بر خود ضرر می رسانی. رنگ رویت رو بین، مثل که بیمار باشی. او مادر جان، نمیدانم چی کار کنم. مادر جان، به من کمک کنید. به خاطری نبیرتان. هرگز چنین مگوی. تو دخترم هستی، پسرت نبیرم. من تو را کیها به جای دخترم قبول کردم. آماده باش، خز می رویم. تشکر مادر جان. شکر که شما را دارم. راست میگوید. همه سخنهایتان حق است. مادرم بر خانه خالم رفتم. بیایند دعایشان را میگیرم. البته میروم. همین طور کن دخترم. هیچگاه کم نمی شوی. خیر دخترم، من رفتم. نغز بمانید. روی راست دروغ میگوید. باز بیایید مادر جان. خوش آمدید. خوش گفتار شده است. به درگاهت آمدم، لیکن ناامید میروم. نصیحتتان را به پسرتان میکرده خوب میشد. بر پسرم گویم یا نگویم؟ کلینم امروز می آمده باشد. یکی رود و ناید.
باز پسرم نرنجد. سلام مادر جان. مادر جان بگاه چی خوراک آماده میکنید؟ چرا پرسیدی پسرم؟ نه گفتنی هم که بگاه مادر جان بر مهمانی میروم، از همین سبب پرسیدم. بگاه پسرم، آش دوست داشته ای تو و زنت را آماده میکنم. چی گفتید؟ زنم را؟ ها، زنت را پسرم. من هرگز تو را غمگین دیدن نمیخواهم. کمتر پیش از خانه زنت آمدم. نبیره جانم را دیدم، دلم پاره پاره شد. نمیرفتید خوب بود مادر جان. چرا پسرم؟ وای کلینی شما یا خودپسند و مغرور است. تنها غمی خودش رو فکر میکند. او مثل شما اگر مادر می بود مرا از پسرم هرگز جدا نمی کرد. سالهای کودکیم را در یاد دارم مادر. گاهی پدرم در نزد چشمانم شما را می زدند، لیکن شما باز تبسم می کردین مادر. در وقتی قهرشان شما را دشنام ها می دادند، لیکن شما ترک خانه نمی کردین مادر. مادر جان شما بزرگیتان را نشان دادید، مرا از پدرم جدا نکردید. نه پسرم، می آید. با من وعده دار. خطا میکنید مادر جان، خطا حاضر. میکنید. حاضر. می آمده است. می آمده است. الو؟ الو دخترم، من شما رو انتظارم. مادر جان مرا ببخشید، مادرم اجازت ندادن. چی؟ نمی آمده من گفتم است. شما باور نکردین مادر جان. الو یک دقیقه مرا گوش کن. الو وقتی که نمی آمدی چرا مادرم را امیدوار کردی؟ من هرگز تو را نه دیدن میخواهم نه آوازت رو شنیدن. نمیخواهم تو را، نمیفهمی. دیگر به من زنگ نزن. الو خاموش کرد مادر. حیف یک قدمی پایتان که بر خانه اش رفتید مادر جان. تنها به خاطر پسرم صبر میکنم. من رفتم مادر جان. راحت سفید باد پسرم. نمیخوام تو رو، نمیفهمی. نمیخوام تو رو، نمیفهمی. پسرم، روزی می شود البته خوشبخت می شوی. پایان شبی سیاه سفید گفته اند. جوانان عزیز، عائله‌تان را دوست دارید، همچون گوهری که چشم نگاه دارید.
صد شکر بیهوده نگفتند. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. صد شکر به تو پروردگار بزرگ. مادر جان لبای پسرکم. خارپوشتکم نیست. او شب بود کو؟ خورپوشتکت را چیکار کرده؟ شب در تگی ستیل مانده بودم، حاضر بینم نیست، گریخته رفته است. پسرم دیگر خورپوشتکت را محکم نکن. او هم جان دارد، خانه دارد. بچم دارمی، خارپوشتکم یاد میکنمی. ها یاد میکند بچم؟ این خیل باشد چرا پدرم مرا یاد کرده به نظرم نمی آیم؟ پسرکم، دانایکم، تو عجایب هستی. دستم درد کرد مادر جان. بابا جان ایسته. خارپوشتکم رو یابم مادر جان. هله هپ. بابا جان ازدم بیاید. چرا آستانه مردم دور نمی شوم؟ 18 سال با هزاران آرزو و امید با مهنتی حلال دخترم را تربیه کردم. با نام نیک به شوهر دادم. لیکن چی شد که تلخی زندگی به سری فرزند من آمد. نبیرم زنده یتیم شد. تنهایی مردم را شنیدن به دلم زده است. اکا یک دقیقه شما رو ممکن؟ من؟ بله شما. مرحمت یگان گفتنی داشته. شنیدیم که دخترتان از عائله اش جدا شده است. ببخشید با شما چی دخل دارد؟ 2 سال می شود که عائله برادرم از عالم گذشته اند. خواستیم سری آن کس را جفت کنیم. برادری شما چند سالند؟ ها اینقدر سال خورده نیستن، 61 سالند. و دختری 24 سالم مردی 61 ساله؟ حیف شما خواهرم. چی؟ مگر یکان سخنی ناجا گفتم؟ اوف، یک دختری بیوه دارد و باز نازش را بین. دخترت از سرت مامد. زنک اینجا بیا. خدایا به این مردک چی شده باشد؟ لبای داده جانش. من و تو باید هرچی زودتر دخترمون را به خانه شوهرش برده مانیم. داده جانش به شما چی شد؟ خشمگین می نماید. چی می شد؟ 1.5 سال می شود که قهر کرده در خانه من نشسته است. از یگان چیز کمبودی ندارد. لیکن چیزو چاره من و تو جای شوهرش را گرفته نمی توانیم. آهسته گپ زنید و می شنود. شنود شنیدن گیرد.
او یک بار میشنود. من هر روز تنه مردم رو میشنوم. دخترم اینجا بیا. از غربت همین مردک بیزار شدم. دخترم چیزهایت رو زودتر جمع کن. به خانه شوهرت میرویم. چه گفتید؟ آخر دادا جانش در بین صحرا هستیم، مگر میشود؟ بس اینقدر آخر نگو. به دخترت مرد 60 ساله خواستگار شده ایستاده است. شمایان این را میفهمید یا نه؟ این برای من شرمندگی است. خدایا توبه. چی گفته دادا جان؟ با من مردی 60 ساله خواستگار است؟ نه، نباید چنین باشد. رفتم پسرم. گریه نکنین مادر جان. زخم شب دخترم. ای صدقه آدم شوید. پسرکم را زیاد کرد. صد افسوس، حیف این روزهای برباد رفته. چرا من چنین روز را فکر نکردم؟ مگر دختران تا همین درجه بیقدر هستند؟ اکنون فهمیدم که هیچ کس جای شوهرم را گرفته نمیتوانسته است. خدایا من چی کار کردم؟ مادر جان مرا ببخشید. من خطای کلانه کردم. با کجا میره دختر؟ خدا جان مرا ببخش خدایا. پدر جان مرا ببخشید. ای خدا، برای کدام گناهم؟ کجا میروی مادر جان؟ اکا یک چی گویم نمیرنجی؟ گابزن خواهرکم چرا از تو رنجم؟ اکا جان وقتی که کلان شدی تو دیگه بر ما اهمیت نمیدادگی شدی. خواهرکم تو چی ها میگویی؟ تو جان و جگرم هستی. تو مرا شرم داروندی. تو چنین فکر مکن. اکا آخر در کودکی دائما غمخواری من بودی. اکا جان حتی با تو گذشتی وقت را حس نمی کردم. وقتی که اوله دار شدی تو دیگر انسان شدی اکا جان. راست میگوید. چرا چنین شدنم رو حس نکردم؟ خواهرکم کوی زمین میکفید و من میدر آمدم. مرا شرم داروندی. درست گفتی. برای برادری کردن نتوانستم. لعنت بر من. من باید همیشه از حال تو پرسان می شدم.
مرا ببخش خواهر جان. چرا چنین گفتم؟ میدانی اکا جان، من در 27 سال عمرم یگان مرتبه بر کوه نبرآمدم. مرا میبراری اکا جان؟ چرا نه؟ البته میبرارم. چرا بر وقت نگفتی آرزوهایت را؟ جانم فدای تو خواهر جان. بیا رفتیم. من سخت میترسم. من در برات باشم هیچ گونه ترس خواهرکم. اکا جان باز میانت در نکند. پروا نکن خواهرکم. واه اکا جان، زمین اینقدر زیباست. دنیا را بار اول از چنین بلندی نگاه میکنم. اکا تو مرا امروز خیلی شاد کردی. زیغ نشو خواهرکم. تو چی اینقدر دلی بزرگی داری؟ برای یک به کوه برآوردنم اینقدر شاد و خرسندی، شکرگزاری. انسان‌هایی هستند دست و پای روان دارند، چشم بینا و گوش شنوا دارند، لیکن بر زندگی آسوده خود شکر نمیگویند. خواهرکم، کاش من هم معیوب می بودم، غم و درد جدایی رو نمیدیدم. من پشیمان شدم در مزاری خیال، زار و حیران شدم. تو امیدم بودی، تو حیاتم بودی. ای امیدم بیا، ای حیاتم بیا، ای امیدم بیا، ای حیاتم بیا. تو بهارم بودی، لاله زارم بودی، مرهمی رازیده قلب زارم بودی. در دلم پر است آتشی درد و غم، ای بیا که روا غصه های دلم. ای امیدم بیا، ای حیاتم بیا. بی غم و بی غشه در بهار
شد هواس آن دم و آن نفس به هوایت کنون مانده ام در قفس خیر کنون جان من شعله افشان من میروم از تو ای باغ و بوستان من تو امیدم بودی تو حیاتم بودی تو امیدم بودی تو حیاتم بودی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا، خداوندا، به هر یک عائله انسان خوشبختی و خرسندی ها عطا کن. دخترم، زندگیت را با چشمان عاشقی نه، تنها با مهر مادری نگاه کن. پسرم، تو در زندگی همیشه مرد باش تا که مهر پدریت را بر فرزندت داده توانی. آمین. خوشبخت باشید جوانان عزیز.